نمیدونم کجا را بگم. سلام علیکم. امین ویدیو را روی کنین در بچه های در زندان بودگی. مادر همین بچه زنگم زد. سلام علیکم اسماعیل جان بچم. سازه خوبه تینجه اسماعیل جان. همی بچه که من اودینایف عزت الله رستمویچ سال تولدش 1987 15 نمی اکتبر. اسماعیل جان بچه من روز دیم در یکاترینبورگ محکمه درک بچم نیسته همونجا ترمه دبر ای روز او دیم او چسلینه دیم و های آوازش نشنویدیم که درک همی را بیاوین که همتون که یک جای شمین درک بچه مرا بیاوین. این اوچاش کسال در پیشم داره و اسماعیل جان بچم نیسته. نمیدونم کجا را بگم. خودم کسالم اسماعیل جان بچم. خودم مورم خرسنگ اسماعیل جان من برم دتا. بگو که بچت گفته است ای داخی. بچه کلانیم گذاشته شده ای وقتی من چه خیلی برا میشه بکنم آخی. ای همه بچه های غریب و التماس هم درکی بچه مرا بیاوی. و چه دتو ببره بچه خدا که جا بردی گم و گر کردی بچه. اسماعیل جان دتو ببرم بچه جان کن درکی بچه مرا بیاو. بگو بچه کسالای بگو درک تبته بگو. همین دلسوزی فرزند و چه بده دیگه هیچ که نبده. التماس در شما بمرم درکی بچه مرا بیاوی. همین بگن صحت سلامت های همه بس. خدای خداونده یکون مادر خدای جو خفه نکنه. خدا فقط مادر و خرسن باشه. مال اسماعیل جان رحمتی کلمه خدا برکت بده. دستی که من نبینی خدا حضوری فرزندات بینی اسماعیل جان تا همه را خرسن میگنی خدا. هزاران بار حجت قبول شده اسماعیل جان میمرم دتا. امی عزت الله نام داشته بچهش در یکاترینبورگ در زندان بوده. سال تولدش 1987. ولی من ادرسوی همون زندانی که هست در روی همه اکران میمونم در کجا بودنش. یک ماه زیاد میشوه میگه نه زنگ میزنه. همون نمروی که بود میگه زنگ میزد پیشگاه میزده میگه اون نمرو وابشه کار نمیکنه. یکم خط خبرش نیست. بعد همونجا میگه با بچه هایی که قطعی ششتگی بدین کدام همون با تاجیکای خودمون بوده خیلی میگه در نمروی وی زنگ میزنه میگه در پیش ما نیسته. میکشن تلفنشونو میگه یکم کس یکم جواب نمیتیمونه. خلاصه همین مادر همه التماس کرد که درباره فرزندش یک ویدیو کنیم. خلاصه بچه‌هایی که در زندان قرار دارن التماس انا همین ویدیو را پهن کنین. نام فامیل هم بچه‌ها که بینن همینجا این نام فامیلش با می نویسم اودینایف عزت الله رستمویچ سال تولدش 1987. ولی من درجه‌نش همینجا می نویسم چندم 1987 کدام ماه می نویسم. التماس برای یافتنش کمک رسانید. من میدونم شما دوست دارین برادرها و میدونم که شما ما را تماشا میکنین همه ویدیوهای ما را میبینین و با دیگه تماشابینا را هم خواهش میکنم ویدیو را پدیلیت سکنین. همین ویدیو لایک پرسماترش بسیار شود. فرزند همین مادر هر چیز زودتر پیدا شود. همین ویدیو را روی کنین بر در تمام بچه هایی که در زندان هستن. میدونم واتساپ استوسو هسته که پدیلیت سکنین. الله نگهبانتون برای یافتن عزت الله کمک کنین.